جوان خودش قصه میکنه، میگه من یک رفیق داشتم، خیلی دوستش داشتم. این رفیق من کارش چی بود؟ با اینترنت سر کار داشت. جایی که سایت مستهجن و فیلم های مبتذل و عکس های مستهجن بود، دموجا سر کار داشت. میگه آنقدر این به گناه و معصیت غرق شد که ناگزیر آخر یک سایت برای خود ساخت. در این سایت حاوی از عکس های مستهجن بود. بسیار دیر نگذشت خیلی رفقا پیدا کرد، خیلی دوستا پیدا کردن که لایک میکردن صفحه‌ش. هر کس که لایک میکرد صفحه‌ش باز یه عکس به او هم میره دیگه، او عکس ها رو میبینه، عکسای تازه مستهجن. صدها هزارها جوان دیگه به معصیت کشانید تا این که جوان مرد در عین جوانی مرد. میگه وقتی که مرد من بار برش میگفتم که جوان نکو که مرگ خبر نمیدهد. من همیشه گفتم مرگ اسرائیل پیام نمیکند، مسیج نمیکند، ایمیل نمیفرستد، پیام از طرف کسی یک بارگی میآید. تو در هواپیما به خاطر سیاحت هستی، کجا رسید اسرائیل سقوطش میده. داخل کشتی به سیاحت هستی، جا میرسه سقوط میده. در راه روان هستی، موتر دیگه تکر میزنه، برو که رفتی. موتر تکر کرد، نه اسرائیل آمده بود، موتر تکر نکرد. پس بنابراین میگه بار برش میگفت وقتی که مرد دیدم که مردم میره به سر شانه خود به تابوت میبردن. میگه حالت را که دیدم، او فیلم هایش که دیدم، او سایتش که دیدم، میگه تلاش کردم داخل گوشی و کامپیوتر خود رفتم که سایتش متوقف بکنم، اما دیدم که به سایت خود رمز انداخته بود. هرچی تلاش کردم متوقف نشد. میگه رفتیم تا سر قبرستان. میگه وقتی که داخل قبر ماندن من تماشا میکردم، به سرش خاک میانداختن. میگه من به یاد از این و حال از این گریه میکردم که خدای چی میشه. میگه دیگه مردمم گریه میکرد، ولی گریه من به خاطر قبرش بود. بسیار گریه میکردم. بعد از این که برگشتم، شب دوم مادرش به خواب دید که یک توده از مردم گرد قبرش جمع هستن، ادرار میکنن سر قبرش، پیشاب میکنن سر قبر جوان. میگه برای من گفت که تو خود رفیقش هستی، تو برو از یه مولا پرسان که تعبیر می خواب چی است. میگه وقتی مادری به من گفت، مادر بیچاره که خبر نیست بچه چیکار میکنه. وقتی بر من گفت، میگه من گفتم که نیازی به تعبیر نیست، به خودم میدانم. کسایی که ادرار میکنن کسانی هستن که از سفرات از استفاده میکنن، از عکسایی که میگذاره استفاده میکنه. چی کارهایی را ما در اینترنت و فیسبوک نمیکنه جوانها امروز؟ به رفقای خود چی را واتساپ روان نمیکنن؟ فکر میکنن که دیگر یک شوخی و تفریح است. نه عزیز من، شوخی و تفریح نیست. میگه من رفتم به شرکتی که اسپانسر میکرد همین سایت را برش گفتم به خاطر خدا و جوان مرده، سایتش متوقف بکن. میگه اصلا توجهی نکرد. او جوان میگفت، گریه میکرد، فریاد میزد، به یک عالم میگفت که بگو به تمام جوانان که خود را نجات بدن از آتش جهنم، خود را نجات بدن. تا زمانی که سایت ازی در دنیا هست، گناهش به او جوان داخل قبر میره. پس هر کسی که آغاز معصیت و گناه میکند، با خبر باشد که روز دودش خودش را کور میکنه. با خبر باشد هرچی کشتی همون رو در او میکنه.